باره در یک جا خوانده بودم، دعا کرد از پروردگار بس که محیدین عربی باشد. گفته است که پروردگارا اولش اینکه با من رقیب و دشمن نتید، ولی اگر که دادی رقیب جوانمرد بتید، رقیب نامرد سزاوار من نیست، نمیخوام. این بدترین مصیبت یک انسان است که یک رقیب نامرد داشته باشد. اما چند ملاحظه‌ای که از همین جلسه بر اومد و در آینده چگونه باید ما رفتار کنیم، یکیش این است که دیگر ما نباید همچون فرزندی اوگای، اینجا که برادر محمد علی حید از همین اصطلاح استفاده کردن، با دیگران صحبت کنیم. حتی و فکرم وقتی آن رسیده است که همچون یکی از صاحبان این ملت و زمین و وطن صحبت کنیم، نه همچون یک فرزند کوچک. بعضا فرزندها اوگای هم نباشند، فرزند خردی را چندان پسند نمی‌کنند. در توجیهات از ضرورالمثل با وجود آمده است که از مردم کریستیان میگن از فرزند خردی خانه بودن پرنده باشی بهتر است. مثلا از این شاخ با این شاخ این کاری پرواز کردن هست، ولی فرزند کوچک خانه همیشه زیر ملامت است و کارهای میدان شده و چیزهای بیشتر رو انجام می‌دهد. چی رسد به فرزند اوگای؟ مناسبت با ما رو مجبور کرده است که امروز این تشبیه ها رو بکنیم، فرزند اوگای، فرزند کوچک. ولی اصلا اگر نگاه کنیم برادران خواهران عزیز، ما و شما صاحبان این سرزمین هستیم. کی در تاجیکستان دعوا کرده میتواند، از همه حزب و حرکت ها اثبات کرده میتواند که به این ملت و به این زمین از ما دعوای بیشتر دارد؟ چی دلیل دارد؟ چی سند دارد؟ آیا پدرش، بابایش مثل کریستوفر کلمب تاجیکستان رو بار اول کشف کرده بود که به نام او ثبت شود و ببینن که همین شخص یا همین منطقه یا همین چیز و مادام العمر یا مادام الحیات باید برتریت داشته باشد و دیگرها همه در خدمت آنها و گپشنه آنها باشند؟ نه ما این را اثبات کرده میتوانیم، نه دیگر هموطنان. خداوند تقدیر کرده بود است چگونه که خودش با اراده خودش خواست که ما در همین جا به دنیا بیاییم، در همین وطن و در همین سرزمین، مثل همه دیگر انسان ها. اگر خودش میخواست اون قدرت رو داشت که ما رو یکی رو در افریقا، یکی رو در امریکا، دیگر رو در ژاپن به دنیا بیارد. وطن ما اونجا میشد. و حالا با قدرت خداوند، با اراده او و ما فخر میکنیم که شهروند تاجیکستان ما در اینجا به دنیا آمدیم. پدران و باباها و اجدادای ما در اینجا گذشتند و ما میخواهیم که فرزندان ما، نبیرها و ابیرهای ما در همین سرزمین خوشبخت و سعادتمند باشند. اگر همه این دیدگاه رو داشته باشیم، بدانیم که همون حقی که من دارم حزب خلق دموکراتی هم دارد، کمونیست هم دارد، دیندار هم دارد، بیدین هم دارد، اکثر این مشکلات حل می شود. ولی مشکلی ما در همین است که یک عده خود را برگزیده حساب میکنند، خود را بالاتر از دیگران حساب میکنند. یک گروه با نام دین که متاسفانه گاه بعضا میشنویم که دعواهای میکنه، تکیه میکنه که ما برگزیده خداوند هستیم. یکی با نام دین مینازد، یکی با نام دنیویت مینازد، یکی با نام کشور و زادگاهش مینازد، یکی با منصوبیتش به حزب پرزیدنت مینازد که ما اعضای حزب فلانی هستیم. همون طوری که بعضی دوستان میگن که ما اعضای حزب اسلامی هستیم، اعضای حزب خدا هستیم. برتریت ما در همین است، باید شما گفت ما را حتما بگیرید. ما درست میگیم، نادرست میگیم، همین کافی است که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بدن و ما این برتریت رو میدیم. این اشتباه است. عیناً اشتباه دیگران رو تکرار میکنیم که میگن ما اعضای حزب پرزیدنت هستیم. اگر با اون رأی ندادید پس ضد سیاست پرزیدنت و تاجیکستان هستیم. باید این منطق رو کنار گذاشت. ما هم همان حزب سیاسی هستیم، در چارچوب کنستیتوسیون جمهوری عمل کرده ایستادیم، حق برابر داریم. با آنکه کسی زیر ما آواز میدهد از اسلام بیرون نمیشود، با آنکه کسی
ضد حزب خلق دموکراسی تاجیکستان آواز می‌دهد از شهروندی تاجیکستان محروم نمی‌شود. اما وضعیت را طوری کردند که ما مجبوریم که با دلیل‌های منطقی برای خودمون از بالاترها دلیل بی‌تراشیم. من چرا گفتم که ما و شما باید همچون صاحب این سرزمین رفتار کنیم؟ بیاد از روی انصاف کنیم. امروز همه دعوای استقلال خواهی میکنیم. از پرزیدنت شروع کرده تا کشاورز همه درباره استقلالیت گپ میزنیم، با این فخر میکنیم. ولی انصافاً کی برای استقلالیت تلاش کرد، مبارزه بود؟ با بعضی ها استقلالیت امروزه منصب داد، مقام داد. تا وقتی منصب گرفتنش او ضد استقلالیت بود. زیر شعار و پرچم بعضی کشورهای دیگر با ما مبارزه بودند و میخواستند که تابعیت تاجیکستان را از پایتخت‌های دیگر برقرار کنند. ولی نتوانستند، نشد. اون دیگران نخواستند، کسانی که اینا میخواستند با اونو پیوست شدن نخواستند، گفتند شما مستقل هستید بروید. بعد مجبور شدیم که دولت رو بسازیم. وقتی که این دولت نه مقام داد و منصب داد و پول داد و جایگاه داد، بعد گفتن عجب شیرین بود است این استقلالیت، چیزی خوبی بود است. چرا باید این همه مبارزه رو علیه استقلالیت کردم؟ هموطن خودم رو زدم، کشتم، بیرون کردم، مهاجر کردم. چیزی بدی نبود است. مادامی که چیزی خوب هست، پس همش باید از من باشد، دیگران حق ندارن. حتی کسانی که برای استقلالیت مبارزه بردند و مهاجر شدند و سرکوب شدند، دیگر حقی درباره استقلالیت گپ زدن ندارند. در معرکه و مراسم ها و جشن ها دیگر اونها بیرون در هستند. استقلالیت مال یک گروه شد. بگذار چنین هم باشد، ولی فراموش نکنند که این ملت همش در یک جایگی صاحب این دولت است. درست است که یک گروه امروز در قدرت هستند، در منصب هستند. فردا کسی دیگر خواهد بود. من در صحبت تلویزیونی هم دیشب گفتم که یگان منصب دائمی نیست. نه برای پرزیدنت، نه برای وزیر، نه برای من وکیل، نه برای یگان کسی دیگر، نه مولا، نه خطیب. اونی که دائمی و ابدی هست حق سبحانه و تعالی هست، عدالت هست و حقیقت هست. اینا ابدی هست، دیگر باقی همش زائل هست، رونده هست. پس می ارزد که به خاطر اون مقام و منصب موقتی ما یکدیگر رو ناراحت کنیم، سرکوب کنیم، دشمن بیتراشیم. وقتی که ما در این تالار صحبت میکردیم به من 3 و 4 تا پیام آمد. بسیار برادران در بیرون عصبی بودن، خواهش میکردن که به تالار این پیام ها را برسونیم. وقتی میدیدن که من خاموشم و صحبت رفته ایستاده باز پیام میفرستادن چند مرتبه که یک گروه زنها را آوردن در بیرون زنازنی و هیاهوی میتینگ کرده ایستادن. حالا در همین جا رفتن یا رفتن نمیدونم دیگه، من همراه شما شتگی بودم ولی معلومات رو پیوسته به من میرسید. ببینید یک وقتی که ما جلسه حزبی داریم، در وقت انتخابات حزب قانونی، یک گروه خواهران ما و شما را که فریفته کردن، بیچاره تبدیل به یک وسیله شدن، میاد در پیش دفتر حزب ما هیاهوی میبردارن. همون سناریویی که در دیگر جاها انجام دادن میخوان تکرار کنن. و دلیلشون چی است؟ میگن این شهروند است، حق دارد که نظرش رو به شما بگوید و از شما طلب کند، دعوا دارد نسبت شما. در ناحیه رومی هم یک گروه خواهران جمع شده بودن، از مسئول حکومت پرسیدن که اینا چه حق دارن به ما. خبر رسونده شدن، گفت که اینا همچون شهروند در مورد دموکراسی از حق دارن که طلب کنن. پیش شما آمدن که به سوالهایشون جواب دهید. من گفتم که خیلی این خواهری عزیز، این معلوم است که از لباسش که آدمی بسیار دانشمند نیست، کارمند منصبدار نیست، زنی عادی تاجیک است. 6 ماه برق ندارد، معاش خوب ندارد، حتما فرزندش در هجرت است، مشکلات های زیاد اقتصادی دارد. پیش اداره خودت نمیرود دعوا کند و پیش من آمده میخواهد که درباره بودن یا نبودن حزب اسلامی در کنیسوت یا در اسلام با من بحث کند. این بیچاره‌ای که باید روز مشکلی برقش حل کند، مشکلی نفقش حل کند، هیچ چیز ندارد. چگونه پیش من می آمده است؟ مگر اینکه کسی این بیچاره رو گمراه کرده باشد و توطئه کرده باشد. این خواهران بیچاره بالای این همه مشکلی که در زندگی دارن
باز تبدیل میکنن اینها رو به وسیله رقابت های ناسالم و این رو نام گذاشتن باز وسیله های نرم مبارزه سیاسی با رقیبان از طرف حکومت. بسیار نام های زیبا. یعنی ما از وسیله های درشت و خشن استفاده نکردیم، حاضر از این وسیله های نرم استفاده میکنیم. اگر که نتیجه نداد بعد با اونش دست میزنیم. نتیجه نداد یعنی چی؟ این بیچاره رو در اینجا میارن فتنه میاندازن. ممکن که 4 تا از خواهر و برادری به صبر که دیگر صبرش به نهایت رسیده است، مثل اکی دوملا قربان که خداوند از زاره میکنه که منو با صبر ته. بعد هم نشد که انسان دیگر در قدرت خودش نیست، صبر از دست میدهد. اونا رو منتظر همین که یک خواهر یک برادری ما خدای نکرده دست برداره تله کنه حرفی درست بزنه، شما بعد ببینید چه قیامت رو قوی میکنن. درهای ما رو میکوبن، خلل میرسونن، حقارت میکنن. ما ساکت هستیم، ولی اگر که جواب دادیم ما جنایتکار حساب میشیم. همونطوری که در شهر کلاب چند از برادران ما را وقتی که هجوم کردن بالای ما حقارت کردند و زدند، اینها جواب دادند، یعنی حمایت کردند، اینها را بردند به دادگاه و مثل همون جنایتکاران 5 شبانه روز بسکرم حبس کردند. بعد گفتیم برای چی؟ گفتن که نسبت هجوم کنندگان دغلانه رفتار کردند. شاید سطح وزنی نسبت هجوم کنندگان دغلانه رفتار کردند. یعنی اونا مثل همون خالم گفته که باید که همین زنن این کس باید گیره نکرده، ما باید آرام باشیم. و این خیلی دیگر درست است که میخندیم، تبسم میکنیم، به حال رقیبان میخندیم، ولی این بعض این خنده های ما در داخلش گریه هم دارد. میگن که بترس از خشم انسان حلیم. انسان حلیم و مهربان اگر به خشم آمد بسیار خشم سخت دارد و نباید که کار رو به این حد برسانم که بیچاره‌های مادران رو در پس در بیارم. با این شکل رقابت بسیار خواری و ذلیلی یک بزرگوار در اینجا خوانده بودم، دعا کرده از پروردگار، به فکر محیدین عربی باشد، گفته است که پروردگارا اولش این که به من رقیب و دشمن نده، ولی اگر که دادی رقیب جوانمرد بده، رقیب نامرد سزاوار من نیست، نمیخوام. این بدترین مصیبت یک انسان است که یک رقیب نامرد داشته باشد. داشتن رقیب جوانمرد هم که جوانمردانه بیاد در میدان صحبت کند، بحث کند. در مسئله علم اگر اکادمیک است ما مادر رو میکنیم، اکادمیک شاید با مادر صحبت کند، عالمش شاید با عالم دینی صحبت کند، سیاستمدارش با سیاستمداری ما بحث کند، اقتصاددانش با اقتصاددان ما بحث کند. ولی وقتی که مبارزه رو در میدان، مبارزه آشکار رو میبازند و دست به همین گونه کارهایی میزنند که واقعا جای خجالت است، برای ملت خجالت است، تنها برای یک چیز یک حرکت نیست. اگر ما حاضر بشینیم در جلسات و در صحبت‌ها یکدیگر را گناهکار کنیم که ما فراموش نکردیم، فلانی فراموش نکرده است، هر یک شهروند کردستان داغ دارد، داغ در دلش است، یکی فرزندش، یکی پدرش، یکی گرسنگی کشید، یکی مهاجرت کرد، یکی افغانستان رفت، یکی از تیر دشمنان ملت کشته شد، خارجی‌ها کشته شد. اگر شما با همین منطق روید در هر کجای گپ زنید، باور کنید یک بدخشانی، یک قراتگیری، یک شغلی اگر بشیند قصه کند اشکال چپ میریزد. فکر نکنید که حقیقت تنها در شما هست، حقیقت در همه است. ولی من خدا را شکر میگم که مردم کلاب اینا هستند. شما با تنهایی از این کلاب نمیتونید گپ بزنید. مردم کلاب اینجا بسیار است. من حق ندارم از این مردم فیض‌آباد یا قراتگین یا بدخشان گپ بزنم. اونجا بسیاری هست که دیگر فکر دارم. خواهش میکنم در آینده وقتی گپ میزنید این خیلی مسئله گذاری که ما را از صلح و وحدت کنار ببرد. باز همون خاطره ها رو پیش نظر میارد کناره بگیریم.